برای ریهارمونایز کردن یک ملودی روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از اساسی ترین مهمترین تکنیک ها دیاتونیک ریهارمونایزیشن هست. به این معنی که آکوردهای درجات مختلف گام ماژور در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی میشن. درجه اول دو ماژور 7، درجه سوم می مینور 7، درجه ششم لا مینور 7 در گروه تونیک، درجه دوم ری مینور 7، درجه چهارم فا ماژور 7 در گروه ساب دامیننت، درجه پنجم سول 7، درجه هفتم سی مینور 7 بمول 5 در گروه دامیننت ها. شما میتونید برای تنظیم یک ملودی از این آکوردها و جابجا کردن، جایگزین کردنشون استفاده کنید. به این تکنیک میگن سابستیتیوت. من اینجا الان یک خط ملودی و نوت می رو فقط نگه میدارم و آکوردها رو عوض میکنم. موفق باشید.